سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به کانال نیمسون استودیو. من ایرسا رمضانی هستم و امروز قرار با هم یاد بگیریم چطور یه چاک خیلی شیک و تمیز بدوزیم. یه مهارت خیلی ساده ولی کاملا کاربردی برای کت و دامن و حتی لباسهای مجلسی. اگه به خیاطی علاقه‌مندین یا به دنبال ارتقای مهارتاتون هستین، حتما کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنین. خب بدونیم که وقت تلف کنیم، بریم به سراغ آموزش امروز. معمولاً جایگاه چاک روی خط سیبی یا وسط پشت الگو هستش. برای رسم الگوی چاک به اندازه قد چاک از پای کار به سمت بالا میریم و علامت میزنیم. حالا قد کار بسته به مدل شما متغیر هستش، هر چی که هست رو علامت میزنیم و از اون نقطه به اندازه 4 تا 5 سانتی متر به سمت بیرون میریم. تو پای کار هم به همین اندازه خارج میشیم و این دو نقطه رو به هم وصل میکنیم و یه مستطیل برای ما به دست میاد که در واقع جایگاه چاک هستش. بعد از اینکه الگو رو روی پارچه گذاشتیم و برش دادیم، قبل از اینکه شروع به دوخت کنیم قسمت چاک رو لای میچسبونیم و تمام خطوط راهنما رو روی کار منتقل میکنیم و در پایان با اتو خط تای چاک رو مشخص میکنیم. برای دوخت چاک همیشه از بالای درز شروع به دوخت میکنیم. وقتی به قسمت شکست رسیدیم، سوزن رو داخل پارچه نگه می‌داریم و پایه رو بلند می‌کنیم تا بتونیم پایه روی پارچه بچرخونیم و بعدش باقی دوخت رو انجام میدیم. بعد از دوخت باید توجه کنید که حتما تو قسمت شکست چرت بزنیم تا بتونیم دو تا پیلی که رو هم قرار گرفته رو تو یک جهت قرار بدیم. برای پای کار بهتره که تا نوار لقیگیر بزنیم و با اتو خط تا رو مشخص کنیم و بعد قسمت پیلی رو هم تا میزنیم تا این دوتا قسمت روی هم بیفتن. حالا نقطه تلاقی این دوتا رو با صابون علامت میزنیم. و این دوتا نقطه رو با یه خط به هم وصل میکنیم و از روی کار این خط رو هم میذاریم، دو تیکه رو و میدوزیم. اضافات پارچه رو با قیچی میبریم و درز رو با اتو کاملا باز میکنیم و بعد به سمت رو برمیگردونیم. برای تیکه رو به رو فقط کافیه که پای کار رو به سمت رو برگردونیم و یه دوخت بزنیم. و در نهایت برای اینکه چاک پیلیمون ثابت باشه و تکون نخوره، از قسمت بالای چاک اندازه 4 سانت به صورت اوریب دوخت میزنیم. این باعث میشه که دوتا چاک کاملا به هم وصل بشن و به هیچ عنوان تکون نخورن. خب این هم از آموزش امروز.
همینطور که دیدین دوخت چاک اصلا سخت نیست و با رعایت چند تا نکته ساده میتونین نتیجه کاملا تمیز و حرفه‌ای بگیرین. اگر از این آموزش استفاده کردین حتما برام کامنت بذارین و نتیجهش رو بگید. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.